نتیجه دموکراسی لعنتی هم هست. نگو خدا نیست، نگو خداوند هست. تو مسلمانی؟ نگو من مسلمان نه. تو مسلمانی؟ مسلمان تو عرب. مسلمان نباشی. عرب مسلمان. گوش کن، نبرو وردم گفی زن باور نکن. اگر کسی به پیغمبر دش نامیده، اگر به کتاب دش نامیده، اگر به دین دش نامیده، خلاص. اگر در سری را دختر بوسه میشه، اگر در سری را قتل دختر اموری غیر اخلاقی انجام داده میشه، هیچ چیز گفته نمیتونی. دموکراسی است. پذیرفته ای، رای داده ای. دموکراسی پذیرفته رای داده. در مقابل یک جنایت و یک بیغیرتی کسی تظاهرات هم اعتراض هم نمیکنه، ورق اعتراض هم روان نمیکنه، لیکن در مقابل سنت معامله است، مشوره است، مجالس است. ملت چی میکنه؟ دشمنی با کی داره؟ دین یاد داره، توحید یاد داره، عقیده یاد داره. این ملت چه قسم شوه؟ در کدام سرحد برسه؟ امروز در کدام طرف روان هستیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چرا ما را میگه؟ برای چی میگه؟ این حالات آمده، شدت به اونک شده، روزگار سخت شده، بسیار سخت شده. در بدر شدیم. روزگارا تنها اینجا سخت نشده، رفت ملت ما، زن و خواهر ما میره اونجا ده دست یهودی نجس، ده دست نصارای نجس، ده دست غربیای نجس، به عزت و به پد شدن. کدام حالت نیسته که سری این ملت نشده؟ دین کجا رفته؟ کدام طرف است؟ یک جوانی که یک روز به ترجمه قرآن ننشسته، یک روز حدیث رسول الله را نشنیده، این سخنها را باور میکنه یا نمیکنه؟ یک آیت سرسری ترجمه درستشم به الله قسم نمیتونی، لیکن فتوای تکفیر قطعی است. زده برو، مردم کافر کده برو، مسلمان نکدی، تالی را اسلام داخل نکدی، وقت پس از در کفرش برسون. ببینیم ما دین از کدام روزه ها ضربه زده میشه؟ چه قسم ضربه زده میشه؟ چه کارا میشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما میگه اگر ما نقصان در میکیال و میزان میکنیم، سه نتیجه شد. قحط سالی آمد، شدت معونت، اسباب معیشت سخت میشه. سیوم چیز چی است؟ و جور السلطان علیهم، ظلم پاچا بالای از جا. بجز از ظلم دیگه چیز نمیبینی. امروز ببینی چی خیر دیدیم از این پاچایی ها، چی خیر دیدیم. کی به امن در سری وظیفه خود رفته میتونه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دردا اشاره کرده و این دردا سراسر مکمل در ما موجود است. هیچگاه اقدام برای ازاله دردا نکردیم.